هنر آموز که از هنرمندی در کشایی کنی نه در بندی. در روزهای اول مهاجرت خود اکثر مهاجران در امریکا با فرست انتری لیول جاب یا اینکه کارهای اولیه یا روزگذرانی مشغول می شوند. برای آنکه دوره مهاجرت شما آسان گذرد توصیه می دهیم که پیش از آمدنتان به امریکا یگان کسب و هنر یا اینکه یگان اختصاص آموزید. این کسب و هنر برایتان امکان می‌دهد که آسان‌تر و زودتر کار پیدا کنید. روی خط اختصاص و کسب‌ها گوناگون هستند و آن خیلی دراز بوده می‌تواند. مهم این که شما آن را خوب دانید و از عهده‌اش برآیید و اما برای نمونه حالا یک چند نمودی کسب‌ها را برایتان پیشنهاد می‌کنیم. این می‌تواند سرتراش باشد، آرایشگر باشد، آرایشگری ناخن، موی که مبلغ خیلی زیاد به دست می‌آورند، اوستای ماشین، سر کرده از تعمیر خود ماشین تا به رنگ و بار کردن، اوستای خانه، این رنگ و بار، فرش و همچنین بام خانه، اوستای لوله ها یعنی کانالیزاسیا و همچنین اوستای چوب و تخته، پزنده، آشپز، قناد، محضگر یعنی حالا خیلی معمول هجامه کردن است و راننده. اینها کسب‌هایی هستند که برایتان کمک میکنند که کار پیدا کنید و زندگیتان پیش برید. هنر داشتن در مهاجرت برایتان همچون بیمه خدمت میکند و یعنی اگر کار اساسیتان هر وقتی از دست میدهید توسط هنر خود میتوانید باز مبلغ به دست آورید و زندگیتان را پیش برید.